محبوبه غنی‌یوا خوشحال و با افتخار به گردن دخترش مدال می‌آویزد. دیپلم و مدال‌ها نتیجه پیروزی‌های دخترانش در مسابقه‌های ورزشی است. مادر از نقشه‌های دخترانش می‌گوید و می‌بالد. دختران تا به مشزن کسبی شدن راه ناهمواری را پشت سر کرده‌اند. امیده و امینه غنی‌یوا ها در آغاز از مادر پنهانی به تالار ورزش رفته‌اند. بچه‌ها می گذرمون می‌رفتن، ما پیشون می‌رفتیم که مقصد در چی مشق میکنن. ما هم بریم چه مقصد بگیم که برامون. بعد که می‌رفتیم مقصد زال می‌رفتن نشاق میزنه و فهمیدیم که زالی بوکس میرون. چم گفتیم بعد چم را برد. 1 سال می شود امیده و امینه در رشته بوکس مشق میکنند. امیده در 1 سال 6 مدال و چند دیپلم افتخارنامه به دست آورده است. همیشه او جای اول را گرفته است. انتخاب مشزنی را که در تاجیکستان کار مردانه میدانند برای دختران آسان نبود. مادر مخالفت اطرافیان را صرف نظر و دخترانش را به این نوع ورزش ترغیب نمود. دختر چی و ورزش کنیش چی، دختر چی و بوکس چی، من نگفتم وقتی هواس دورن محبت دورن به همه کسشون بوم بروان گفتم من طرفدار شونم. بعد درس میروان میانی چی نمیکنه، فوزال یک قدم را هیچ چی نمیکنه. زندگی محبوبه با دخترانش 2 سال پیش در یک مستند رادیوی آزادی نقل شده بود. سرنوشت آنها کاملا تغییر یافت. آن زمان او با دخترانش آهنپاره گرد می آورد و می فروخت و زندگی می کرد. امیده و امینه آن وقت به درس نمی رفتند و دستیاری مادر بودند. بعد پخش مستند نان آهنین با دستگیری افراد خیرخواه صاحب خانه شدند. وقتی که صاحب خانه شدیم دخترها بسیار مثال در خانه خود وقتی آرامش داشتن و درس کنی وقت داشتن و وقتی خواب رفتنشون هم میدونستن. حالا امیده و امینه راهی پرتوگاهی که آهنپاره میچیدند به راهی ورزشگاه تغییر داده اند. راهی که امید دارند آنها را تا قهرمانی در این نوع ورزش میرساند. هر روز با رسیدن به تالار ورزش اولین تمرین را از دویدن شروع میکنند. پس آن در میدان برای آموزش به محاربه میبرایند. استادش هم از امیدهای زیاد دارد. من امیده رو در رفت مشق و تمرینش نظارت میکردم، اهمیت میدادم. خریبی که با مثل پسرها مشق تمرین میکنن من باوری داشتم که اون در بین دخترها برآمد کرده سرور جای اول میگیرد. امیده و امینه در میان 20 پسر تمرین میکنند. هر روز استادش امیده رو با پسران به میدان باکس میبرند. استادش او را الکی قهرمان میداند. دخترانی که پس از توجه جامعه به یک گزارش آزادی سرنوشتشان تغییر کرد. صاحب خانه خود شدند و از پرداخت پول اجاره و رنج ها رها شده اند. سال نو 2023 را با آرزو و نقشه های بزرگتر و شرکت در مسابقه های معروفتر پیشواز میگیرند.